ملا نصرالدین و راز عدالت. یه روز مردم شهر ما هم دعواشون شد. بحث سر یه چیز بود: عدالت. یکی میگفت عدالت یعنی همه برابر باشن. یکی دیگه میگفت نه بابا، عدالت یعنی هر کی حق خودشو بگیره. آخرش گفتن بریم از ملا نصرالدین بپرسیم، اون عقلش از همه بیشتره. رفتن در خونه ملا. ملا زیر درخت نشسته بود، یه کاسه دوغ دستش، خنک و خوشحال. پرسیدن ملا به ما بگو عدالت یعنی چی؟ ملا گفت صبر کنین تا با یه مثال نشون بدم. رفت تو خونه، برگشت با یه قابلمه داغ آش. بخار ازش بلند می شد، بوی سبزی، بوی سیر داغ. مردم گرسنه شدن. ملا گفت من این آشو پختم، حالا بین شما تقسیم می کنم. او ولی اومد جلو. ملا یه ملاقه بزرگ ریخت براش. دومی اومد نصف ملاقه. سومی اومد فقط یه قاشق کوچولو. همه با تعجب گفتن ملا این چه عدالتیه؟ یکی پر، یکی کم. ملا لبخند زد و گفت شما نمیدونین، اون که ملاقه بزرگ گرفته از صبح هیچی نخورده. اون که نصف ملاقه گرفته تازه ناهار خورده. و اون بیچاره یه قاشقی خودش آشپزه، از صبح 10 بار چشیده. بعد دوغشو خورد و گفت عدالت یعنی هر کسی به اندازه نیازش، نه به اندازه داد و فریادش. مردم ساکت شدن. یکی گفت یعنی عدالت مساوات بیفکر نیست؟ ملا لبخند زد و گفت آره، بعضیا از خدا بیشتر میخوان در حالی که سهمشونو قبلا گرفتن. و بعد با خنده گفت ولی اگه بازم بحث دارین یه قابلمه دیگه میپزم، فقط این بار سهم من بیشتره. اگه از این داستان خوشت اومد حتما یه لایک بزن و کانال رو سابسکرایب کن. قول میدم تو ویدیوهای بعدی بازم از کارای عجیب ملا نصرالدین بخندیم و یاد بگیریم.